این متن خلاصه ای از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردیه. کتابی درباره اینکه چطور انتخاب‌های کوچیک آینده بزرگی می‌سازن. موفقیت اتفاقی نیست. موفقیت نتیجه انتخاب‌های کوچک، ساده و تکراری ما در هر روزه. زندگی ما حاصل عادت‌هایی هست که هر روز تکرارشون می‌کنیم. نه اتفاق‌های بزرگ، نه شانس، نه یک لحظه معجزه آسا. فکر کن همین الان در همین لحظه تو داری آیندت رو شکل میدی با همین کاری که امروز انجام میدی یا انجامش نمیدی. هر روز ما پر از انتخاب‌های کوچیکه. 10 دقیقه زودتر بیدار شدن، 5 صفحه کتاب خوندن، 5 دقیقه قدم زدن، نخوردن یه قاشق شکر اضافه یا چک کردن بی هدف شبکه‌های اجتماعی. این کارها الان بی اهمیت به نظر میرسن، اما اثرشون در 1 ماه، 1 سال یا 3 سال زندگی ما رو کامل تغییر میده. اثر مرکب میگه موفقیت یک اتفاق نیست، یک ساختنه، آهسته، آروم ولی مداوم. اگر هر روز فقط کمی بهتر بشیم، فقط 1%، بعد از 1 سال ما دیگه اون آدم قبلی نیستیم. اما راز کار اینه ادامه دادن. در روزهای خستگی، در روزهای بی‌حوصلگی، در روزهایی که نتیجه هنوز معلوم نیست. آدمهای موفق همونهایی هستند که در روزهای بدون انگیزه هم ادامه میدن. آرام، ساکت، بدون هیاهو. حالا تصور کن 2 نفر رو. نفر اول هر روز فقط 15 دقیقه پیاده روی میکنه. یه لیوان آب اضافه میخوره، 10 صفحه کتاب میخونه. نفر دوم هر روز نیم ساعت بیشتر تلویزیون میبینه، نوشابه میخوره و به خودش میگه بعداً درستش میکنم. در 1 هفته هیچ تفاوتی دیده نمیشه. در 1 ماه هنوز کم. اما در 3 سال نفر اول سالمتر، قویتر، آگاهتر و خوشحالتر میشه. نفر دوم خسته‌تر، ناراضی‌تر و عقب‌تر. این یعنی تغییرهای بزرگ با کارهای کوچیک شروع میشن، نه با تلاش‌های ناگهانی. پس از امروز لازم نیست برنامه سخت بریزی. فقط یک عادت کوچیک انتخاب کن و هر روز انجامش بده. 10 صفحه کتاب، 5 دقیقه پیاده روی، 3 جمله زبان، 1 لیوان آب اضافه. همین. کوچیک اما ثابت. کاری که هر روز انجام میدی از کاری که فقط گاهی انجام میدی قوی تره. از همین امروز شروع کن. نه فردا، نه شنبه، نه وقتی حال داشتی. همین الان. تو فقط 1 قدم لازم داری. 1 شروع کوچیک. و بعد اثر مرکب خودش باقی مسیر رو میسازه. این بود خلاصه ای از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی. اما یه نکته مهم این وسط هست. همه اینها وقتی نتیجه میده که ما آگاه باشیم به انتخاب‌هایی که میکنیم. خیلی وقتا ما بدون فکر زندگی میکنیم، اتوماتیک، مثل کسی که پشت فرمانه اما خودش نمیدونه کجا میره، فقط به عادت‌هاش واکنش نشون میده. پس قدم اول اینه که خودت رو مشاهده کنی، ببینی روزت چطور میگذره، چطور غذا میخوری، چطور حرف میزنی، چطور فکر میکنی و وقتت رو کجا خرج میکنی. دارن هاردی میگه تا چیزی رو اندازه گیری نکنی نمیتونی مدیریت یا تغییرش بدی. برای همین پیشنهاد میکنه حداقل 1 هفته رفتارهای روزانت رو بنویسی. نه برای قضاوت، فقط برای آگاهی. وقتی بنویسی یه چیز جالب اتفاق میفته. میبینی چقدر چیزهای کوچیک، بی هزینه و ظاهراً ساده دارن تو رو نگه میدارن یا تو رو جلو میبرن. مثلا امروز چند بار بدون دلیل گوشی رو باز کردی؟ امروز چند بار گفتی حوصله ندارم؟ امروز چند بار کاری رو انجام دادی فقط چون بهش عادت داشتی؟ اینها لحظه های سرنوشت ساز هستن. لحظه هایی که آینده رو شکل میدن. نه جشن ها، نه تصمیم های بزرگ. لحظه های کوچیک. بعد از این مرحله نوبت تقویت عادت های خوب میرسه. اما نه با زور، نه با فشار، نه با انگیزه های مقطعی، بلکه با محیط سازی. اگر میخوای بیشتر کتاب بخونی، کتاب رو بگذار جایی که همیشه دم دستت باشه. اگر میخوای سالمتر غذا بخوری،
غذاهای ناسالم رو نخر. اگر میخوای کمتر فضاهای مجازی ببینی، نوتیفیکیشن ها رو خاموش کن. محیط خیلی قوی تر از اراده است. و در نهایت به خودت زمان بده. هیچ کس با 1 هفته تلاش آدم جدیدی نمیشه. اما هر کسی که 3 ماه، 6 ماه، 1 سال ثابت ادامه بده، دیگه هیچ شباهتی به گذشتش نخواهد داشت. تو همین الان میتونی تصمیم بگیری بذاری اثر مرکب به نفع تو کار کنه یا بر علیه تو. انتخاب با توست. انتخاب‌های کوچیک تو، در سکوت، در روزمرگی، در همین لحظه. این همون جاییه که آینده شکل میگیره. همینجا. اما یک چیز دیگر هم هست. چیزی که خیلی ها نادیده میگیرند و آن صبوری است. ببین، دانه وقتی در خاک کاشته می شود فوری جوانه نمی زند. تو هیچ تغییری نمی بینی. اما زیر خاک اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است. دانه دارد ریشه می دواند. دارد خودش را آماده می کند برای رشد. اگر در این زمان بی صبری کنی و خاک را کنار بزنی، فکر می کنی چیزی نشده. اما حقیقت اینه که همه چیز داشت شکل می گرفت. زندگی ما هم همینطوره. تغییرهایی که امروز شروع می کنی اول دیده نمیشن. در ظاهر همه چیز مثل قبل به نظر میرسه، ولی در درون تو، در افکار تو، در ذهن تو چیزی داره تغییر میکنه. تو داری ریشه میگیری و این ریشه ها هستن که تو رو نگه میدارن وقتی سختی ها میرسن. وقتی بقیه میگن ولش کن، نتیجه که نداره. وقتی انگیزه نیست، وقتی همه چیز کند پیش میره، اونجاست که اثر مرکب آروم و بی صدا در حال ساختن توه. تو ممکنه فکر کنی هیچ اتفاقی نمیفته، اما اتفاق دارد میافتد. در سکوت. تو فقط باید ادامه بدی. و یک نکته مهمتر، خودت را با گذشته‌ت مقایسه کن، نه با دیگران. دیگران مسیر خودشون رو دارن، سرعت خودشون رو، شرایط خودشون رو. تو فقط باید ببینی آیا امروز حتی ذره‌ای بهتر از دیروز هستی؟ همین کافی است. گاهی اون بهتر بودن فقط یعنی امروز کمتر تسلیم شدی. امروز کمی مهربونتر با خودت رفتار کردی. امروز یک قدم کوچیک برداشتی و این قدم‌های کوچیک همونهایی هستن که آینده رو میسازن. هیچ قله‌ای در یک پرش فتح نمیشه. قله‌ها با گام‌های آرام، منظم و ثابت فتح میشن. پس به راه ادامه بده. حتی اگر آرام، حتی اگر کوچیک، حتی اگر کسی نفهمه، حتی اگر نتیجه دیر بیاد. چون اثر مرکب همیشه کار میکنه. چه تو بخوای، چه نخوای. اگر امروز انتخابهای کوچیکت خوب باشن، اثر مرکب آینده‌ای روشن میسازه. اگر انتخابها اشتباه باشن، اثر مرکب به آرامی زندگی رو فرسوده میکنه. قدرت در انتخاب توست. قدرت در ثبات توست. قدرت در امروز توست. نه فردا، نه یک روز خاص. همین لحظه، همین تصمیم، همین شروع. این تویی که مسیرت رو میسازی. آرام، ساکت، اما مطمئن. این معنای واقعی اثر مرکب است. حالا شاید بپرسی اگر این مسیر اینقدر آرامه، اگر نتیجه دیر میرسه، پس من از کجا بفهمم در مسیر درست هستم؟ پاسخش اینه: وقتی کاری که انجام میدی تو رو احساساً سبکتر، آرامتر و نزدیکتر به خود واقعیت میکنه، بدان که در مسیر درستی. ممکنه سخت باشه، ممکنه کند باشه، اما درونت حس میگه این همان راه من است. ببین، زندگی مسابقه سرعت نیست. زندگی ماراتونه. برنده کسی نیست که اول میرسه. برنده کسیه که تا آخر میرسه، بی آنکه خودش رو از دست بدهد. و اثر مرکب کمکت میکند که تا آخر بروی. چون تو را مجبور نمی کند ناگهان تغییر کنی. تو را مجبور نمی کند همه چیز را یک شب عوض کنی. تو را مجبور نمی کند آدم دیگری شوی. اثر مرکب فقط میگوید هر روز کمی بهتر باش. همین. و این کمی بهتر بودن به تو اجازه میدهد بدون فشار، بدون جنگیدن با خودت، بدون سختگیری تغییر کنی. آرام اما واقعی.
کم صدا اما عمیق. گاهی بزرگترین پیروزی تو اینه که امروز تسلیم نشدی. همینقدر ساده، همینقدر زیبا. تو لازم نیست همه پله ها را ببینی. تو فقط باید پله بعدی را برداری. همین یک قدم و بقیهش در زمان، در تکرار، در صبر، در ایمان رخ می‌دهد. زندگی هنر ادامه دادن است، نه از روی اجبار، از روی انتخاب. هر روز انتخاب کن که یک قدم کوچک برداری، نه برای نمایش به دیگران، نه برای اثبات، فقط برای خودت، برای روحت، برای آینده‌ای که در آغوش تو منتظر است. چون در نهایت تو همان چیزی میشوی که هر روز انجام میدهی، نه چیزی که آرزو داری انجام دهی. آرزوها تغییر نمیدهند. عادتها تغییر میدهند. و عادتها قطره قطره، آرام آرام تو را تبدیل میکنند به کسی که همیشه در اعماق وجودت میدانستی میتوانی باشی. این معنای واقعی اثر مرکب است. و حالا یک لحظه مکث کن. یک نفس عمیق بکش. آرام، آروم، همینطور. با خودت صادق باش. آخرین باری که برای خودت وقت گذاشتی کی بود؟ آخرین باری که نشستی و از خودت پرسیدی من واقعاً چه میخواهم؟ نه آنچه دیگران از من میخواهند، نه آنچه جامعه میگوید باید بخواهم، بلکه آن چیزی که روح من طلبش میکند. گاهی ما سالها زندگی میکنیم اما حتی یک بار با خود واقعیمان روبرو نمیشویم. اثر مرکب فقط درباره عادت و تلاش و موفقیت نیست، درباره بازگشت به خود است، درباره پیدا کردن ریشه وجودت و ساختن زندگیی که تو را زنده نگه دارد، نه فقط مشغول. هیچ کس قرار نیست بیاید و تو را نجات بدهد. هیچ کس قرار نیست معجزه‌ای بسازد. هیچ کس قرار نیست آن زندگی را به تو هدیه دهد. این تویی، در سکوت، در خلوت، در انتخاب‌های کوچک و ساده. تو هر روز داری یک نسخه از خودت را می‌سازی. یا نسخه‌ای قوی‌تر و آرام‌تر و روشن‌تر، یا نسخه‌ای خسته‌تر و فرسوده‌تر. و نکته زیبا اینجاست. تو می‌توانی امروز، همین امروز، تصمیم بگیری که کدام نسخه را ادامه دهی. لازم نیست همه چیز را تغییر بدهی. لازم نیست فوراً نتیجه ببینی. فقط باید به یک خود کوچک اما واقعی اجازه نفس کشیدن بدهی. تو قرار نیست کوه را جابجا کنی. تو فقط قرار است سنگریزه‌ای را برداری و کنار بگذاری. هر روز آرام، آرام، آرام. و یک روز برمیگردی به مسیری که آمده‌ای نگاه می‌کنی و می‌بینی که قله دیگر پشت توست. نه چون جهشی زدی، نه چون معجزه شد، بلکه چون ادامه دادی. همین ادامه دادن همان چیزی است که جهان همیشه به احترامش تعظیم می‌کند. و این جوهره اثر مرکب است.